برای اولین بار تو زندگیم صورتم اینجوری شده. نه تنها صورتم و بدنم هم اینجوری شده. باورم نمیشه واقعا. چرا صورت و بدنم اینجوری شده؟ پوست صورت من دقیقا 4 روز بعد از اینکه لیزر کردم این شکلی شد. هر روز یه جوش جدید میزدم و امان از خشکی پوست صورت من و کم آب بودنش. یعنی تداخلی که اون دوره من پوستم شدیداً خشک بود، یعنی به حدی که هرچی میزدم یه ساعت بعد پوستم انگار اینجوری چاک میخورد و لیزر با هم باعث شد که پوست من اینجوری برای اولین بار تو زندگیم بریزه بیرون. متاسفانه من بعد از لیزر این سری حتی کرم ضد آفتابم به صورتم نزدم و این موهایی که سرشونم هست دارید ببینید اینجوری شده. حتی میتونید مقایسه کنید، این ورش موی کلوف نداره ولی این ور داره و اینا این شکلی بوده شده این شکلی. اونم فقط به خاطر لیزر. و همینطور صورتم که دارید میبینید، صورتم هم اینجاهاش تمام موهای کلفت، اینجا تمام موهای کلفت. یعنی نمیدونم چرا انقدر لیزر گند زد تو صورت و بدن من. البته نه همه جای تنم ها، فقط اون قسمت هایی که موهاش خیلی کرکی بود و خیلی درشت نبود، سیاه نبود، اونا اینطوری شد. یعنی اگه برگردم عقب دیگه صورتم رو لیزر نمی کنم. و در آخر بگم استفاده از این صابون هم برای خشکی پوستم بی تاثیر نبود. برای کسی که میخوانم بدونن این صابون چی بود که استفاده کردم توی کامنت ها براشون می نویسم. کلمه صابون رو کامنت کنید بهتون بگم کدوم صابون بود که پوست صورتم رو داغون کرد.